سوال شماره 16 کدام موارد زیر درباره دو ترکیب آ و ب درست است؟ از آب کافت ترکیب آ میتوان ترکیب بی را به دست آورد. یاد باشه استر رو وقتی میخوای آب کافتش کنی یعنی با آب واکنشش بدی، فرآورده شما میشه چی؟ اسید آلیت به اضافه الکل. پس الف کاملا درست. مورد ب، نیروی جاذبه بین مولکولی غالب در ترکیب از نوع واندروالسیه، چون آرش غالبه، آرش هم از نوع واندروالسیه. جمله سوم، تفاوت جرم مولی ترکیب B با جرم مولی الکل سازنده ترکیب آ. الکل سازندش به هر کدوم از قسمت الکلی H اضافه میکنی، پس میشه C3H8O3. اینم که جرم مولیشو گفتم بلد باشین، تا الان کلی ازش سوال زدیم. 284 جرم مولی این ساختار هم میشه چقدر؟ 92 تا. 92 تا 284 رو کم بکنیم میشه 192. پس مورد پم نادرست. الف و ت جواب سوال به دست اومده، ولی تا انتهاش ما هم میریم. از واکنش 4 مول از ترکیب ماده B، پس 4 مول از این ماده دارم، 4 تقسیم بر ضریب مولیش 1 میخواد صابون بسازه با مقدار کافی سود سوزآور یعنی NaOH که ضریب مولیاشون 1 تا الاخر هست. 122.4 گرم صابون جامد به دست می آید. بچه ها RCOONA شما جرم مولیش میشه 306. چرا؟ سی حساب کن 17H35 COONA این جرم مولیش میشه 306 تا. پس 306 رو میذارم توی مخرج، بالا میشه گرم صابون مورد نظر شما که برابر است با 122.4. الف و ت. تست شماره 17 کدام مورد از مطالب زیر درست است؟ مواد نامحلول موادی اند که کمتر از 1/100 گرم در 100 گرم آب حل می شود. ما یه دسته‌بندی از شیمی دهم فصل 3 داشتیم، گفتیم اگر از 0 تا چند 1/100 باشه بهش میگن نامحلول، اگر از 1/100 تا 1 باشه بهش میگن کم محلول و اگر از 1 به بالا باشه بهش میگیم چی؟ محلول. اینجا گفته اگر کمتر از 1/100 باشه بهش میگم چی؟ نامحلول. پس الف کاملا درست. پراکندگی نور به وسیله ذرات کلوید ذرات درشتری هستند نسبت به محلول ها، هنگام عبور نور از آن بیشتر است. کاملا درست. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر ذرات حل شدهش بزرگتر باشه، اندازه حل شوندات بزرگتر باشه، پخش نورش هم بیشتره. اندازه ذرات تشکیل دهنده سوسپانسیون از کلوید بزرگتره. بله، سوسپانسیون بزرگتر از کلوید شما بزرگتر از چیه؟ محلول. 3 مورد اول کاملا درست. صابون نمک سدیم یا پتاسیم اسیدهای چرب است که بخش زنجیره هیدروکربنیان آبگریزه. الف ب پ. شماره بعدی تست شماره 18 کلویدها مخلوطهای شفاف هستند. بله، و عبور نور از آنها همانند عبور نور از محلول است. غلطه. محلول ها پخش نور ندارن. بعد اینام تازه به ظاهر شبیه مواد همگن هستن، به ظاهر هستن. کلویدها ظاهری همگن دارن و از توده‌های مولکولی با اندازه‌های متفاوت تشکیل شدن. کاملا صحیح. شماره بعدی ذرات سازنده کلویدها از ذرات سازنده محلول‌ها بزرگتر و از ذرات سازنده سوسپانسیون کوچکتر است. بله، صفحه قبلی اسلاید قبلی در موردش بحث کردم. آب گلالود مخلوط ناهمگن از سوسپانسیونه. بله، تا اینجا اوکی. و با گذشت زمان مواد حل شده اصلا مواد حل شده نداره سوسپانسیون. 2 مورد صحیح، 2 مورد نادرست. شماره بعدی بازم مقایسه سوسپانسیون کلوید و محلول ها هست. شربت معده و شیر، حواست باشه شیر یک ماده کلویدیه، شربت معده یک ماده سوسپانسیونه. حواست به این دوتا باشه. مخلوط های ناهمگن هستن از نوع سوسپانسیون. نادرست. یکیش از نوع کلویده.
مخلوط آب و روغن با استفاده از صابون به یک کلوید پایدار تبدیل میشه. بله کاملا درسته، شکل کتابت هم برات کشیده که میگه وقتی صابون رو بهش اضافه میکنی یک کلوید پایدار تشکیل میشه. پخش کردن نور، ناهمگن بودن، ته‌نشین شدن از ویژگی‌هایی که کلوید هاست. ته‌نشین شدن نیست، کلوید ها موادی پایدارن پس ته‌نشین نمیشوند. رفت سال بعد. ذرات سازنده محلول ها یون ها مولکول ها، اما ذرات سازنده کلوید ها توده های مولکولی. کاملا درسته، ذرات سازنده محلول ها از یون یا مولکول تشکیل شده، اما ذرات سازنده کلوید ها از توده های مولکولی با اندازه های متفاوت هستش. شماره 19 درست ها رو خواسته بودش. کدوم موارد درست بود؟ مورد ب درست بود و مورد ت. گزینه 3. تست بعدی بازم مقایسه اسید چرب، استر بلند زنجیری، استر سنگین و صابون هستش. ببینیم به چه صورته. B و C هر دو از اجزای سازنده چربی هستند. این ساختار یک اسید چربه، این ساختار یک استر سنگینه و این هم ساختار یک پاک کننده صابونی. هرچی 3 میبینیم یاد این کلیپ تو این اینستاگرام میافتیم. عجب. B و C هر دو از اجزای سازنده چربی هستند. B و C نه، A و B. A و B. چربی از چی ساخته میشه؟ از استر سنگین و اسید چرب. A و C هم در چربی و هم در آب حل میشوند. A یک ماده چربه. یک ماده چرب چجوری میخواد تو آب حل بشه؟ فقط C به عنوان یک صابون میتونه هم در چربی و هم در آب حل بشه، چون مثل پلی میمونه که دو نفر رو با هم دیگه میتونن هندل کنه، یعنی هم میتونه تو آب حل بشه و هم میتونه توی چربی حل بشه. از هر یک از ترکیب‌های A و B میتوان C را به دست آورد. بله، چربی گفتیم مخلوط از استرهای بلند زنجیر یا استرهای سنگین و اسیدهای چرب هستش که میخوای صابون بسازی میتونی از این دوتا استفاده بکنی. بله کاملا درسته. مخلوط B با آب، B الان چیه؟ یک ماده چربه، استر سنگین یک ماده چربه. با آب این دوتا تو هم حل نمیشن، جدان. با اضافه کردن C یک ماده صابونی به یک کلوید پایدار تبدیل میشه. بله کاملا درسته، صابون میاد این دوتا رو تو هم حلش میکنه یا جورایی واسطه میشه. آ نمایانگر یک کربوکسیلیک اسید با زنجیر بلند کربنی. بله تا اینجا درسته. و C یک پاک کننده صابونیه نه غیر صابونی. کدوم موارد درست شدن؟ P و